دوستان عزیز، من همون دوستی بودم که کیامرزان گفت. منم علیرضا مسته تازگی اومدم ولی ویدیوهای بدی هم ندارم و ایشون شماره منو گرفت و از من درخواست همین همکاری کرد. خب حالا من بعد گفته ما قراره این تم این خوشمزه و این بسکویت ارزون، این تم 20,000 تومان و این بسکویت 2,000 تومان. سمت کاغذ قیسی میکنیم. هرچی شد، هرچی برنده شد این تم رو میخوره، اون 2 نفر بازنده این بسکویت رو میخوره. اون وقت از 1 تا 10 به این چیزا نمره میدیم، اما کامل نباید این رو بخوری. بقیه‌اش رو میدیم به ایشون و ایشون بقیه‌اش رو میده به من. فعلا نمالوم، دارم مثال بزنم. ایشون واقعیه ایشون میگه چه نظر من درست بوده از 1 تا 10 یا نه. اگه نظر من اشتباه بود منو میتونه چشم بزنه، منم همین کارو باید به ایشون منم نباید چشش بزنم. من باید دوباره مثل ایشون همین ببینم درست چه گفته یا نه. نمره میدم، از ایشون نمره رم اشتباه داده بود ایشون همه چشم میخوره. بریم let's go. حالا وقتش بازی کنیم. بازی تا 3. سنج کاغذ دست باید اینطوری برای زیرش. سنج کاغذ کسی بیا چیز. سنج کاغذ کسی یکیچ. سنج کاغذ کسی دوره. سنج کاغذ کسی. 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 بردم. یس آقایی بفرما. باید ترسش کنیم درس نه کامل نخوریش. بیا بیت من دوربین نیزی جان. نه آیم که بیا بیتو. خب دوستان باید تستش کنیم. نسه همون بسید اینجا. اینو بذار چنان. نمیشه باز بچه چه میشه خوردم شده گوشم بیره. خب اینو میکنم. خوشمزه است. نه کامل نه سیرم کن. کامل میکنم. واقعا خوشمزه است. خیلی ترشه. خوشمزه است. از 1 تا 10 به این بسکویت من 7 میدم. نه 8. خب 8. آره زن اصلا 10 از 10. خیلی خوبه. بخورم. بابا چند؟ یا تو یورو
از 10 چند؟ تقریبا 8. ها؟ از 8 چند؟ 8. از 8؟ نه از 10 چند؟ 2. 2؟ نه 8. از 10 چند؟ چند؟ نه بسکوت 8. چند؟ 7. 7 مطمئنی؟ آره. تو میگی 7 تو میگی 8 وای چرا بهت گفتم مطمئنی با 10 آره. خب دوستان عزیز من اون چی ویدیو رو نه استفاده نکن شرط چه؟ چی خب ما تو گفتی من گفتم 8 تو گفتی 7 ساشو بزن محکم بزن خب دوستان ممنونم این ویدیو رو تماشا کردید لطفاً دکمه سابسکرایب کنید. سلام علیکم.